زیباترین داستان‌های ملل، جلد 5، داستانی از تایلند، شاهزاده خانوم و شکارچی. یکی بود یکی نبود. در زمانهای گذشته یک شاهزاده خانوم زیبا و ثروتمندی بود که نامش مینوج بود. مینوج همه چیز داشت اما خوشبخت نبود. یک روز صبح او با صدای آهنگ زیبایی از خواب بلند شد. شاهزاده خانم گفت: این صدای نی چه زیباست، اما چقدر غمگین است. او با خودش گفت: کیست که این آهنگ دلنواز و زیبا را می نوازد؟ او آن روز فقط به صاحب صدا فکر کرد. فردا صبح باز هم آن صدا را شنید. مینوج آنقدر مشتاق شده بود بداند که چه کسی آهنگ را می نوازد که نه غذا می خورد و نه حرفی می زد. تمام فکر و خیالش آن صدا و صاحبش بود. پادشاه وقتی حال دخترش را دید بسیار نگران شد. ندیمه شاهزاده که از راز مینوج باخبر بود همه ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه گفت: خوب شد فهمیدم که چه چیزی دخترم را بیقرار کرده است. او سربازانش را فرستاد تا مرد نوازنده را پیدا کنند. مینوج با خودش تصور می کرد که مرد نوازنده یک شاهزاده برومند و خوش قیافه است. سربازان همه جا را گشتند تا او را پیدا کردند و با خود به قصر بردند. در این لحظه مینوج به انتظار ورود نوازنده لحظه شماری می کرد. اما ناگهان سربازان وارد شدند و او یک مرد را دید. آن مرد یک شکارچی فقیر بود. نه زیبا بود و نه جوان. مینوج ناراحت و سرخورده او را تنها گذاشت و به اتاقش برگشت. پادشاه هم دستور داد که شکارچی را از قصر بیرون کنند. اما بشنوید از شکارچی هنرمند. او وقتی دید که شاهزاده خانوم از او خوشش نیامد خیلی غمگین شد. او چهره زشت خود را در آب نگاه می کرد و هرگز نتوانست صورت زیبای مینوج را از ذهنش دور کند. او روزها و شبها به شاهزاده خانم فکر می کرد تا اینکه به شدت بیمار شد و تا آخرین روزهای عمرش غمگین بود. سالها گذشت. مردم شکارچی هنرمند را فراموش کردند. آن آهنگ‌های زیبا از یاد مردم رفت. تا اینکه روزی یک کشاورز در جایی که شکارچی دفن شده بود، یک سنگ بسیار زیبا پیدا کرد. کشاورز آن سنگ سبز و زیبا را به سنگ تراش ماهری فروخت. سنگ تراش تصمیم گرفت با آن یک فنجان بسازد. یک فنجان زیبا و سبز که آن را به پادشاه هدیه دهد. پادشاه آن فنجان را به دخترش داد. مینوج نگاهی به فنجان انداخت، اما لحظه‌ای بعد شگفت زده شد. او صورت شکارچی فقیر را در ته فنجان دید و همه چیز دوباره به یادش آمد. آن روزی که آن آهنگ زیبا را شنیده بود و او به یاد آورد که چگونه شکارچی بیچاره را از قصر بیرون کردند. مینوج با خودش گفت: من دل او را شکستم.
قطره اشکی از چشمش بر روی آن فنجان عجیب سبز رنگ افتاد و ناگهان فنجان شکست و تکه‌هایش در هوا پخش شد. اینگونه صورت شکارچی هنرمند برای همیشه محو شد.